سلام اینجا توکنیکوه و امروز میخوام استیکینگ توی بلاکچین و رمزارزها رو بهتون توضیح بدم. استیکینگ چیه؟ استیکینگ مثل این میمونه ما پولمون رو بذاریم توی بانک و در عوض اون یه سودی بگیریم. ولی تو بلاکچین اینجوریه که ما پولمون رو میذاریم توی یه استخر نقدینگی و یه سودی میگیریم و اون سوده همون کارمزدهاییه که اون شبکه انجام میده. برگردیم عقب‌تر به زمانی که بلاکچین‌ها تازه شکل گرفته بودن. ما یه مکانیزمی داشتیم به نام پروف آف ورک. پروف آف ورک چجوری بود؟ اینجوری بودش که شبکه روی ماینرها کار میکرد، یعنی کار و تراکنش‌هایی که اون ماینرها میزدن شبکه رو میچرخوند. بعد از اون مکانیزم اجماعی پروف آف استیک اومد که با استیک کردن دارایی‌ها شبکه کار میکرد و خودش رو جلو میبردش. فرق این دوتا چیه؟ پروف آف استیک شما دارایی تو میذاری اونجا قفل میشه و یه سودی میگیری و خب هزینه کمتری داره و خیلی به صرفه تره، باز هم برای شبکه هم برای خود کاربر. پروف آف ورک اینجوری بودش که شما باید یه سخت افزاری میخریدی و این سخت افزار رو توی یه استخری میذاشی کار میکرد و به شما سود میداد و یه ریسکی که داشتش این بودش که دستگاه استهلاک داشتش و به مرور زمان کهنه میشد، یه هزینه‌های اضافی داشتی، هزینه برق داشتی و خب به صرفه نبود برای شبکه. مثلا یکی از شبکه‌هایی که ما داشتیم شبکه اتریوم بودش که اومدش از پروف آف ورک کلا مکانیزم اجماعش آورد روی پروف آف استیک و اینجوری بودش که خودش رو بهینه‌تر کرد و کاری کردش که شبکه‌اش سریع‌تر انجام شه. ما دو تا مفهوم داریم، استیکینگ و ماینینگ، که بهتون توضیح دادم کدومش به صرفه تره و کدومش منطقی تره و به محیط زیست کمتر آسیب میزنه، چون برقی از بین نمیبره، برای تولیدش نیاز به برق نیستش و اینجوری کار میکنه. ولی خب پروف آف استیک هم یه سری ریسکا داره، اینکه شما چه پلتفرمی رو انتخاب کنید توش استیک کنید، چه استخری رو انتخاب کنید، چه بازه قفل کنید پولتون رو، چون ما دو تا حالت داریم، بعضی وقتا قفل میشه پول توی یه بازه مشخصی و یه مدل هم هستش فلکسیبله، شما توی بازهش میتونید هر وقت خواستید درخواست بدید و پولتون رو وردارید. و مورد بعدی امنیتشه، ممکنه کل اون پلتفرم هک بشه، پس باید موقعی که انتخاب میکنید پلتفرمی رو انتخاب کنید که امنیتش تضمین شده باشه. و برای ما ایرانی‌ها یه مسئله دیگه ای هم هستش که نیاز به VPN داریم برای وارد شدن به یه سری پلتفرم‌ها، سر همین باید پلتفرمی رو انتخاب کنیم که چالش‌های فیلتر شدن و اینا رو برای ما ایرانی‌ها نداشته باشه. پس توی این ویدیو بهتون خلاصه توضیح دادم که استیکینگ چیه و چطور به استیکینگ رسیدیم و چطور کار میکنه و اینکه میخوایم وقتی استیک کنیم کدوم پلتفرم‌ها و چه نکاتی رو باید رعایت کنیم. ممنونم تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. توی قسمت‌های بعدی به پلتفرم‌ها و جزئیات بیشتری میپردازیم. خدا نگهدار.